با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه خواننده، بیننده و شنونده گرامی. صحبت داریم با جناب دکتر عبدالغفور آرزو، سفیر افغانستان در تاجیکستان. دانشمندان برای نظرند که در این اواخر موقع شعر در زندگی اجتماعی مردم آن موقع را که زمانی پیش داشت نداشت و امروز دنیا با زبان اتم و راکت دارد حرف میزند. نظر شما همچون یک نفری که با شعر هم سر و کار دارید چی است در این موضوع؟ شما میدانید که در قرآن مجید آمده کلمت الله هی العلیا، کلمات خدا در بالای هستی قرار دارد. در انجیل اولین آیه ای است، در آغاز کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود. در تورات آمده که خدا توسط کلمه آفرینش آغاز میکنه، روشنایی را گفت شد بشود. بنابراین اساس آفرینش بر کلمه استوار است، بر اساس و از آن جایی که انسان موجودی است ناطق و ابزار بیانی انسان کلمه است و واحد شعر هم کلمه و ترکیب کلمات است. از این جهت در نهایت شعر همزاد با انسان است، چون انسان حرکتی و از زمین تا آسمان است. شاعر با هستی نزدیک، یعنی در دامان طبیعت، فرزند طبیعت، با طبیعت زندگی میکنه. هر قدر این تکامل اجتماعی حرکت میکنه، با همون تناسب در نهایت شعر از حالت آفاقی یا دنیوی تبدیل میشه به حالت انفسی و درونی. تاثیر آفاق بر انفس، یعنی تاثیر درون انسان بر واقعیت های بیرونی، سبک عراقی به وجود میاره. یعنی سنایی که سبک عراقی به وجود در شعر خراسانی، سبک خراسانی که رودکی و دیگران شاعران شاخص او هستند، از زاویه دنیا میبینن هستید نقاشی. اما در سبک عراقی شاعر از دنیای درون خود شروع میکنه، بیرون میبینه، نه از بیرون به درون. از این جهت در نهایت در این زمان دو تا دلیل داره. یکی از دلایل مهم این است که تکامل اجتماعی هر قدر پیشرفت میکنه، کمال هم تغییر میکنه. ما دو واژه داریم، یکی تکامل که یک امر عینی بیرونی و واقعی است بر مبنای قانونمندی طبیعت و هستی آفرینی خداونده، یکی کمال انسانی است. این کمال یک امر ذاتی است، مربوط به انسان هاست. در شعر خراسانی، سبک خراسانی، تکامل و شعر با هم موازیان. یعنی شعر صدای تکامل اجتماعی، صدای نفس کشیدن طبیعت است. چگونه گل میشکوفه، این شاعر نگاه میکنه، با طبیعت دمسازه. اما هر قدر به سبک عراقی میره، دنیای انفسی است که شعر میآفرینه، دنیای درونی انسان است. یعنی از واقعیت ها، از دامان طبیعت کمی فاصله میگیره. به همین ترتیب در سبک هندی و به همین ترتیب از قرن چهارم یا چهارم هجری قمری تا امروز تکامل اجتماعی پیشرفت میکنه. به همین تناسب این واقعیت شاعرانه رنگ دیگری میگیره. 13 سال اخیر اگر ما با جامعه افغانستان نظر کنیم، واقعا یک جامعه پرتلاطم و دارای گرفتاری ها بود. چی باعث گشت و شما چگونه فرصت یافتید که دست به این گونه مثلا تالیفات ها بزنید و حدوداً 40 کتاب مثلا تالیف کنید؟ یعنی این از چی بود؟ یعنی شما وقت زیاد داشتید یا اینکه خب ما میدونیم توجه شما در سنگرهای سیاسی هم بودید و آمدید تو به مقام مثلا سفارت و در سیاست هم مشغول هستید. کدام وقت میشد که شما ایجاد میکردید و چی شما رو مجبور میکند که شما ایجاد کنید و میدونید برای کی ایجاد میکنید؟ برای کدام قشر جامعه، برای کدام قشر اودیتوری؟ همون یک قشری که امروز در دایره حرب و جنگ است یا قشری که مثلا در هجرت است، یا خودتون فقط برای خودتون ایجاد میکنید؟ باره به همین موضوع اندیشه کردید؟ مخاطب هر نویسنده، هر شاعر، هر عالم، هر دانشمند بدون شک در قدم اول همه انسان هاست. در قدم دوم انسانی که در جغرافیای زندگی او حضور داره و طبیعی است که این بر اساس نیازها و تخصصی که داره یک نویسنده می نگاره. حوزه کار ما علوم انسانی است، از فلسفه، کلام، سیاست، ادبیات، شعر، داستان و بالاخره کارهای پژوهشی و قرآن پژوهشی. کتابای من همه در این حوزه هست، در عرصه سیاست افغانستان به جامعه جهانی، سیاست خارجی افغانستان در قرن 21، چگونگی هویت ملی افغانستان، روشن فکر کیست، اینها در عرصه رودکی شناسی، شارزی، هیچ گنج نیست از فرهنگ به
و در عرصه عرفان مقایسه انسان کامل از دیدگاه بیدل و حافظ، شعر و شهود عارفانه، در عرصه قرآن پژوهی، نیم نگاهی به تفسیر مفاتیح الغیب و بالاخره چندین اثر و مجموعی شعر هم دارم. ببینید ما نسبت به زندگی، نسبت به هستی، نسبت به اجتماع و مردم خود احساس مسئولیت میکنیم. وقتی که ما میگیم مردم ما، اول در یک جغرافیا مطرح میشه و بعد این جغرافیا بزرگ میشه به اندازه همین هستی. چون یک نویسنده شناسنامه نداره، پاسپورت و تذکره نداره وقتی که می نویسه، یعنی صدای او متعلق به همه عالم است. داستایوفسکی از همه عالم است، رودکی از همه عالم است، ابن سینا از همه عالم است، کارل پوپر از همه عالم است، مونتسکیو از همه عالم است. نمی شود گفت که صدای مونتسکیو در تاجیکستان شنیده نمی شود. به همین ترتیب صدای همه نویسندگان، یعنی برای نویسندگان زادگاه دارند، در جغرافیای سیاسی ملی تولد می شوند، اما بعد از این که می نویسند کتاب از اینا جهانی است، یعنی یک گلوبالایزیشن یونیورسال است، یعنی به تمام جهان و بشریت تعلق داره. هر نویسنده بر اساس نیازمندی های اجتماعی خود می نویسه. به همین علت شما اشعار من اگر بررسی کنید، روزگاری بود که ما بر علیه اتحاد جماهیر شوروی مبارزه می کردیم. اشعار من شعر جنگ است، فریاد شاعرانه جنگ است گوش گید. فرزند من به خاک نیفتد تفنگ من. او زمان این بود، به خاطر عزت، استقلال، آزادی باید تفنگ تبدیل به قلم میکردین، با قلم و تفنگ باید میخروشیدین. انقلابی که در آن نیست قلم، نرود پیش به جز یک دو قدم. انقلابی که در آن نیست شعور، آخرالامر شود زنده به گور. قلم و شور و شعور و شمشیر، بشکند حلقه سخت زنجیر. گفتید که زمان شما با شوروی می‌جنگیدید، شعر شما به همون زمان بوده و زمان شوروی هم در ما شاعران بودن که شعرشون فقط مال زمان بود و با رفتن اون زمان خودشون هم مثلا نامشون از بین رفت و اشعارشون هم موند برای همون زمان. ولی تو به امروز مثلا نام رودکی و فردوسی و حافظ در دنیا وقتی که ما شرق میگیم اینها با وجود میبندن اسمشون، ولی امروز شاید صدها شاعر داریم که در حدود یک محل، یک منطقه یا که یک شخصیت تعریف یک شخصیت موندند. چرا امروز به مثل اون شخصیت ها امروز شخصی جهانی پیدا نمیشد؟ مثلا نظیر اقبال، نظیر حافظ، نمیدونم نظیر اون شخصیت هایی که امروز در دنیا اونها اعتراف میشوند. مثلا اگر امروز در ما شاید یک شاعر داشته باشیم فقط توانمندی هاش برای یک ناحیه است، اونم شاعر است و حافظ هم شاعر است. امروز یک شاعر توانمندی هاش در حدود یک ولایت یا یک شخصیت است، اونم به عنوان شاعر میگیم یا نمیدونم بزرگش میگیم و میبریم میگیم وارث رودکی، رودکی هم شاعر میگیم. به نظر شما چرا چنین است؟ دربار سامانیان رودکی به کار دارد، دربار غزنویان عنصری و فرخی و فردوسی، تا از طریق اینها صدای دربار به گوش مردم به جانیان برسانند، بگویند که این دربار چقدر عزت و شکوه داره، این قدرت سامانیان چقدر مقتدر است. هر قدر جامعه تکامل میکنه به همون تناسب صدای شاعر کم رنگتر میشه، دیگر رسانه ها میایه. امروز دیگه در نهایت رسانه آزادگان جای رودکی رو گرفته. شما رودکی، یعنی رودکی آغاز کرد با بوی جوی مولیان، امروز شما با همون آغاز فرهنگی رودکی صدای آزادگان در آزادگان متجلی میسازین. دیگر دربارها به دلایل واقعیت‌های امروزی، جامعه امروزی ما جامعه ساده قرن چهارم دوران سامانیان نیست. ناصر بن احمد سامانی دلتنگ میشد، میگفت دیگر در بخارا زندگی نمیکنم، میرود به بادغیس و هرات، 4 سال در هرات با رودکی زندگی میکند ها، یک روز دیگر در جای دیگر. اما زندگی امروز پیچیده و مرکب شده، واقعیت های لایه اوزون پاره میشه، خشکسالی های ممتد، گل های گازخانه‌ای، عملیات خودکش و انتحاری که امروز باز در هیرمن یک تعداد زیاد خودکشی کردن، 20 نفر کشتن، جنگ های هسته‌ای، پیچیدگی هایی که امروز بحث افراطگرایی و اکستریمیزم که ما میدانیم که داعش در عراق چی میکنه، طالبان در افغانستان چی میکنه، همین لحظه در پاکستان در یک دانشکده حربی نظامی پیشاور یک تعداد. این واقعیت هایی که امروز در جهان شده، جهان کوچک شده. دیروز مردم ها در دنیای خود زندگی میکردن، یعنی هر جغرافیا، هر وطن، هر جغرافیای سیاسی به خود زندگی میکرد، جدا بود. اما حالا گلوبالایزیشن جهانی شدن جهان را کوچک ساخته. به قول آلبین تافلر و هایدی تافلر، موج سوم با شکوه آفتابه به وجود آمده، ارتشای کلاسیک پایان یافته، نقش انسان
حتی در جنگ ها کمتر شده. به این علت با همین تناسب واقعیت هایی که امروزی و جمعیت که امروز در دنیا وجود داره هیچ قابل مقایسه با چند قرن پیش نیست. خود شما چی روزگار دارید؟ خود شما چی زندگی دارید و جهان باطنی و اندیشه شما امروز با چی سازگار است؟ شما در یک کشور زندگی دارید فعلا که کاملا در صلح است و یادتون توی کشوری خودتون است که اونجا مثلا روز یک ترکش میشود، یک انفجار میشود. در همین دو کشور که شما گوناگونی ها رو میبینید، جهان باطنی شما، جهان اندیشه شما بیشتر به کدام سمت روان است؟ پاسکال میگوید که انسان گاهی برای خود استدلال دارد که عقل در نمییابد، فقط دل میفهمد. همیشه انسان ها بین دل و عقل در کشاکشند. عشق میگوید رو رسم نیاکان پیشه کن، عقل میگوید رو رسم نیاکان پیشه کن، عشق میگوید که جا بر منبر شداد کن. به قول شاعری جنگ بین عشق و عقل یکی از واقعیت های حوزه فرهنگ نیاکان من و شماست. از این جهت واقعیت های امروزی ای است که ما باید جامعه افغانستان را امن بسازیم، حکومت داری خوب بسازیم، با همسایگان خود روابط بسیار عادلانه قرار بدیم، تروریسم و اکستریمیسم و مافیای مواد مخدر نباشه و بالاخره خواست مردم من یک جامعه قانونمند، امنیت و آزاد است. و ما هم در نهایت باید در راستای این هدف اصلی ماست. اگر زندگی نباشد هیچ چیز نیست. پس زندگی با عدل، خیر، زیبایی که همه اینها در یک قانونمندی هست. از دانشمند پرسیدند که اسلام بر چند بنا استوار است. دامالله ها و متشرعین پرسیدند. دانشمند گفت اسلام بر دو بنا. گفتن در دین بدعت ایجاد میکنی. 5 بناست، شما 2 بنا. تو 5 بناست، چرا دو بنا میگی؟ دانشمند میگه چی کنم، من همین 2 بنا را باور دارم. بالاخره میگن خب حالا بگوید 2 بنای تو چیست؟ میگه اول امنیت، دوم توسعه فرهنگی. اگر فرهنگ و امنیت نباشد این 5 بنای دیگه هم انجام نمیشود. پس بنابراین کار اول ما ایجاد فرهنگ و فرهنگ سازی است. فرهنگ عشق، فرهنگ ایمان، فرهنگ قانونمندی، فرهنگ صلح و عدالت و زیبایی. مردم چو دهد به اینان به فرهنگ، از باد بگردد سیاسنگ. ایجاد فرهنگ آفرینی و این فرهنگ باید تبدیل به قانون بشه و جامعه قانونمند جامعه امن است. از این جهت در نهایت کار اولی ما برای هستی انسان ایجاد جامعه قانونمند است. متاسفانه در دنیای امروز مثل گذشته نیست. هر واحد ملی در گذشته مستقل زندگی میکرد، اما امروز در جهان اکستریمیسم بیداد میکنه، تروریسم بین المللی، مافیای بین المللی در منطقه من و شما بیاد. شما میدانید که تروریسم در افغانستان نیست. همه مافیای بین المللی و تروریسم و اکستریمیسم از بیرون از مرزها در افغانستان میاد. بنابراین ما نمیتونیم در این دنیای جهانی شده تنها زندگی کنیم. تاجیکستان عزیز که پاره از فرهنگ ماست، پاره از خراسان بزرگ است، هیچ احساس بیگانگی نمی کنیم، احساس آشنایی می کنیم از طبیعت زیبای تاجیکستان، از مردم همزبان که همزبانی خویشی و پیوندی است، از مردمی که با ما همدلن، همدلی از همزبانی بهتر است و از این طبیعت بسیار زیبا، امنیتی که در اینجا استوار است. طبیعی است که عاطفه انسان برمیانگیزه. وقتی که عاطفه من برمیانگیزه، طبیعی است من بسیار به راحتی فریاد میزنم تاجیکستان ای کهن منظومه سبز خراسان، بوی جوی مولیانت جاودان بادا، یاد یار مهربانت جاودان بادا، جاودان بادا سرودت، نغمه های چنگ و عودت، چشم سارانت خروشان باد، کو سارانت زرفشان باد. تاجیکستان ای کهن منظومه سبز خراسان. چند بار اشاره کردید که در یک جهان زندگی میکنیم که بی پیوندی همدیگر نمیشود زندگی کرد و کشورها خود نخود در هر جنبه وابستگی از همدیگر دارند. ولی گفتید که انسان گاه استقلالیت خودش تنها یک استقلالیت دارد، یک افکار جداگانه دارد، یک اندیشه جداگانه دارد. وقتی که نظر میکنید به جامعه، وقتی که شاید ساعت‌ها بعضا در اتاق تنها می‌نشینید، هست چیزی که شما از اون میترسید؟ چیزی هست که شما از اون ترس دارید؟ مهمترین ترسی که انسان‌ها دلهوره دارند او عبارت از ترس از مرگ است. حافظ از مرگ میترسد. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. خیام اسطوری ترس از مرگ است. این کوزه چون من عاشق زاره بوده است، یا این قافله عمر عجب میگذرد. تمام روایات خیام ترس از مرگ است. اما مولانا از مرگ نمیترسید. میگه مرگ اگر مرد است کو نزدید منای. ما باور داریم که هر روزی
پیمانه پر می شود و باید رفت. فیضا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. بنابراین مهمترین ترس انسان از مرگ است، اما مرد نمیرد به مرگ، مرگ از اون نامجوست. مرد چجاوید گشت مردنش آسان کجاست. به این من از مرگ هیچ گونه ترسیدم در تمامش. چی در زمانی که تفنگ را تبدیل به مسلسل کردیم، میدانید یک مجموعه شعر من سرود مسلسل است و چی روزگاری با قلم می نویسیم. آنچه که ما رو می ترسانه ای است که ما اگر ترس باشه از عدل و خیر و زیبایی دور شویم و امیدوارم خدای یگانه ما همیشه یاوری بسازه، کمک کنه که با عدل و خیر و زیبایی نفس بکشیم. بعضا وقتی که اگر الهام شعرتون نیامد و ایجاد کردن نتوانستید در اتاق کاری در خانه، بیشتر با چیکار مشغول میشوید؟ کوشش میکنید با چیکار خودتون رو بند کنید؟ هیچ وقت من کوشش نمیکنم شعر بسرایم. شعر به سراغ من میایه، تک 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 در میزنه، میگه قلم بگیر و در ظرف چند ثانیه یا چند دقیقه یک شعر میسرایم. در حقیقت شعر من میسرایم، من شعر نمیسرایم. این یک. قسمت دوم لحظه هایی که من زندگی میکنم. خب زندگی من شما میدانید که من 52 سال عمر دارم و بیش از 40 کتاب نوشتم. اغلب کارم زندگی من در شرایط بسیار سخت بوده. 30 سال افغانستان، 30 سال جنگ خون بوده. بنابراین شرایط آرام نداشتیم، اما با همه اینها من کوشش کردم که همونطوری که خدا یگانه بر عصر قسم میخوره و العصر ان الانسان لفی خسر، زمان رو دریابم، بر اساس نیازهای زمان خود مشغول کنم. منم در خانه گاهی موسیقی گوش میکنم، گاهی کتاب میخوانم، گاهی مینویسم، گاهی شطرنج میزنم با دوستانم، ورزش میکنم. بیشتر کدام موسیقی گوش کردن خوش دارید؟ موسیقی های کلاسیک بیشتر دوست دارم. بله. گاهی هم موسیقی بدون صدا، صدای رباب شنایی برای من لذت میبخشه. و بالاخره این علم موسیقی، مولانا میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت ایمانم آرزوست. یعنی موسیقی بسیار مهم است، با زندگی انسان ها گره خورده است. صدای موسیقی صدای فطرت بی‌آلایش آدمیان است. از این جهت منم در زندگی با صبح که بلند میشم، خب بعد از عبادت و این گپایی که رابطه انسان با خداست، ورزش میکنم. بعد از ورزش کتاب میخوانم. باز بعد در نهایت روزایی که فرصت باشه با دوستان خود از بازی ها شطرنج بسیار دوست دارم. با سیاستمدار دیپلمات صحبت میکنید، همیشه یک قالب وجود دارد. بعضی برای خود قالب سازی میکنند. اگر از این قالب سازی ها بگذریم، چی چیز از تاجیکستان خوشتون نمیآید؟ از تاجیکستان چی چیز خوشم نمیاد؟ شما سوال برعکس کنید، بگید از چی چیز خوشتون میآید. خب اگر هر دو سوال رو بگذاریم، از چی شاید من بگم که ما اکثر این سوال رو گرفتیم. اگر خود سیاستمدار است، خود دیپلمات است، خود هر نفری خارجی است، کوشش میکند یک نوع مثلا همه جا دوست داشتنی است. مثلا اگر منم در افغانستان باشم، با من بگن خب منم افغانستان دوست میدارم، این کشوری بزرگ، کشوری فرهنگی و تاریخی پیوندی ما اون دوست داریم. ولی یک چیزی هست که برای انسان خوش نمیاد از اون چیز. مثلا میخواد اون جامعه اصلاح کند، یا که اگر اصلاح کنم برای جامعه خوب است. من اینو در نظر دارم. بله. از اون واقعیت اینه که برای من نگران میکنه. بیکاری، فقر، رفتن فرزندان برومند تاجیکستان به کار به روسیه. امیدوار به این هستیم که روزگار تاجیکستان عزیز با یک فرهنگ بسیار کلان بتانه که اینجا کارهای خوب کنه. نگرانی دیگر من هم به عنوان یک نویسنده ای هست که روزگار اینجا زبان روسی زبان علم بود و شما میتونستید از سرچشمه های روسی استفاده کنید. زبان علمی اکادمیک بود تا جایی که من میدانم. حالا زبان روسی دیگه کم کم زبان علمی اکادمیک در تاجیکستان نیست، زبان کوچه و بازار است. زبان انگلیسی هم اونقدر رونق نگرفته در تاجیکستان و سرانجام مردم تاجیکستان اغلب با خط نیاکان آشنا نیستند. اینه که گاهی من نگران میسازه که دانشگاه های تاجیکستان با چی سرچشمه هایی میخوان کارهای علمی اکادمیک بکنن. امیدوار به این هستیم که دولت رهبری رئیس جمهوری تاجیکستان برای برنامه‌های خوب داره، سد راغون، سنگ توده و بالاخره کارهای بزرگی که در تاجیکستان میشه. من 4 سال پیش آمدم، دوشنبه بسیار کوچک بود. در تمام دوشنبه اصلا چیزی به نام ترافیک و
گیرودار و بند و ماشین توقف نمیکرد، اما حالا میدانید چقدر پر ماشین شده. یعنی ساختمان‌های خوب ساخته شده، وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. حالا یک ترس من از فقر است که امیدوارم مردم تاجیکستان دیگه زیر خط فقر نباشند. از نظر علمی امیدوار به هستم که دانشمندان تاجیکستان به این بیاندیشند که چگونه میتونن ذخایر علمی تاجیکستان را نظر علمی اکادمیک برجسته بسازند، چگونه میتونن با زبان روسی، انگلیسی، خط نیاکان نمیدونم، بالاخره دانشگاه ها سطحشان پایین نیایه، دیگر کسی از بچهای تاجیکستان به کار نره، گریزه نباشد در کشورها. من به در پی حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه. مردم از بد حادثه به کار میروند. امیدوارم روزی روزگار در وطن خود باشند. زندگی ها چیز دیگری که در تاجیکستان من نگران میسازه این که مردها کمتر به زندگی خانوادگی پابندن. متاسفانه یک درد بزرگ است که من رنج میده. امیدوار به که قانون خانواده ها محکم بماند در همه دنیا، از جمله در تاجیکستان عزیز. به خاطرات 4 سال پیش ما برگردیم. وقتی شما رو سفیر تعیین میکردن در تاجیکستان، شما چی گمان داشتید که با چگونه کشور روبرو خواهید شد و اومدید واقعا همون توقعات داشتید، همون نظری که داشتید؟ چون شاعران بسیار چیزا رو شاید بگذار نه شاعرانه، چون یک شما مثلا احساس دارید، احساس شاعرانه دارید و این کشور رو چگونه تصور میکردید؟ مثلا پیش از اون 4 سالی که میخواستید به تاجیکستان بیاید و شما رو اینجا سفیر تعیین میکردن و اولین اومدید به چه چیزی برخورد کردید و چه خاطره خوبی داشتید اولین باری که به تاجیکستان اومدید، همون روزهای اول؟ آنچه که برای من در لحظه های نخستین در تاجیکستان آمدم زیبا بود، گویش مردم تاجیکستان بود. از واژگان روسی که در گویش شما وجود داره یا در اکسنت و لهجه تون که گاگا زیر سایه سنگین روسی قرار داره، وقتی که ما میشنیم این لهجه های مخصوص، گویش تاجیکستان برای من بسیار شیرین بود. یک گویش ایرانی ها بود که دوستان ایرانی من دیده بودم. بعد به تاجیکستان نخستین چیزی که من جلب کرد گویش تاجیکستان بود. اولین جمله که شنیدم که با من گفتن جمله بیر با آخر جمله میگویند دعاتی منبع. این گویش قرن خراسانی و قرن 4 است. در دل از لهجه و گویش مردم تاجیکستان صدای رودکی شنیده میشه، صدای کمال خوجندی شنیده میشه. از این جهت زیباترین چیزی که برای من تا حالا هم جالبه گویش مردم تاجیکستان است و بعد مهربانی، مهمان نوازی، صفایشان. گاگای من خسته میشه، من میرم با بازارهای سنتی، بازار شاه منصور، میبینم آقایان خانم ها زندگی میکنن، کار میکنن و مهربانی هایشان، مهمان نوازی، اینها برای من در قدم اول این بود. خب از مهمان نوازی ها گفتید، به یگان مهمونی رفتید، برای شما غذای آماده کردن که در افغانستان نخورده بودید؟ من اولین خاطره ای است که ما کسی از دوستان ما رو مهمان میخواست بکنه روزهای اول از مردم عزیز تاجیکستان، گفتن بیاین برای شما یک آش بدیم. ما حیران ماندیم که شام مردم در افغانستان آش نمیخوره. شام یعنی غذای شب آش نمیخوره. آش ما همین آش تم رشته که هست با خمیر برش میزنن. آش بریده میگن. آش بریده. ما آش امور میگوییم. دیگه گفت آش بخورین. حیران ماندم که آش چگونه در شب در تاجیکستان میخورن. باز بعد شب رفتیم، بعد متوجه شدیم که منظورشان از آش پلاوه. در اینجا است با اینها. او زمان کم کم فهمیدیم که اینجا بعضی اصطلاحات چیز دیگری است. غذای تاجیکستان هم مثل غذاهای افغانستان، نام ها گاگای فرق میکنه. سمبوسه، آش، قابلی، بالاخره شما میدانید که تاجیکستان و افغانستان ما یک مردم بودیم در تاریخ. میگویند که همین شعر بود، همین مثلا خوبگویی بود، خوب نظر کردن بود که ما شرقیان به همین حال گرفتار شدیم. مثلا امروز اروپا اومد به کجاها رسید در علم و ترقیات، ولی مثلا بزرگان ما، عارفان ما، گذشتگان همیشه ما را به تحمل، به صبر دعوت کردن، ولی در برابر این یعنی چیزی به ما ندادن که ما یک انقلاب علمی کنیم، انقلاب تکنیکی کنیم، انقلاب فرهنگی کنیم در برابر اون که
با ما کسی تن بزند که ما اکستریمیست میشیم یا تروریست میشیم یا به مثل داعش گروه های پیدا میشن و میبینیم غربیان خیلی پیشرفت کردن. آیا این نظر درست است ولی ریشه های دیگر دارد اینجا به فکر شما؟ در روزگاری که غرب در قرون وسطا قرار داشت ما در اوج تمدن بودیم. یعنی روزگاری که اروپا مراحل قرون وسطا و جهل مین، گالیله گفت زمین میچرخد و میخواستن اعدام کنند، هاربی گفت خون در بدن جریان دارد، صاحبان کلیسا و کاتولیک گناهگین 300,000 انسان شکنجه کردند، 30,000 انسان در آتش سوختاندند. اما بالاخره در برابر اسکولاستیک و بالاخره در برابر حاکمیت کلیسا تانست دیگه لوتر مذهب پروتستان ایجاد کنه و گونه دیگری. و بین علت در اون زمانی که قرون وسطا بود در مغرب زمین، مشرق زمین در اوج تمدن وجود داشت. شما میدانید از قرن 4 تا قرن 6 اوج شکوفایی تمدنی ماست و بالاخره تا قرن 9 سده 15 مدنیت تیموریان هرات داریم و در این زمان همزمان از او سمرقند داریم و در اونجا اولوغبک رصدخانه داریم و ما در زمان بو علی داریم که هنوز قانون و شفا در دنیای امروز قابل ای است. مهمی است که در هر چیز تناسب و زیبایی یعنی تناسب. وقتی که شما یک من نمیدانم مثلث 3 گوشه 3 ضلع دارد، این ضلع مساوی باشد میشه این، یا یک دایره یک گرده همه خطوط. ما در همه چیز نیاز داریم به توازن. در مشرق زمین بسیار عاطفی فکر میکنیم. متاسفانه این گونه سالیان پس این بعد از آخرین مدنیت ما مدنیت سده 15 مدنیت تیموریان هرات بود. بعد از فروپاشی و مدنیت دیگه ما مدنیت باشکوهی در این منطقه نداریم. در روز زمان مدنیت ما میدانیم دیگه مدنیت یعنی فرهنگ تبدیل به هستی میشه. هم صلح وجود داره، هم شعر وجود داره، هم علم وجود داره، هم کتاب آرایی، هم موسیقی، هم کانالیزاسیونی که در قرن سده 15 در هرات وجود داره. کریستنسن میگه که ما روی کانالیزاسیونی که در هرات بود در ایتالیا کانال کشیدیم. یعنی اینها فرهنگ تقسیم آب به دلیل کمبودی آب اولین دفعه در مشرق زمین این بحث و بررسی شده. اما بعدها این است که ما زندگی در جامعه امروزی نابسامان است. ما بی نهایت در مشرق زمین عاطفی نسبت به دنیا و هستی فکر میکنیم، در مغرب زمین عاطفه مرده. مردم به این نظرند که اصلا زیایی روشنفکرها هستند که جامعه رو به پیش میبرند، در تغییر یافتن حال مردم بسیار در صد اول هستند. خب توصیه برداشت شما همچون یک روشنفکر از روشنفکران تاجیک، از زیایان تاجیک چی است و شما چی توصیه داده میتوانید تا روشنفکرهای ما یا زیایان ما غلام افکار یا که نمیدونم غلام نفس یا غلام چیزی دیگر نباشند و بیایند پیش مردم، بیایند در صد اول بیستند و این جامعه رو همون که شما میگید جامعه فرهنگ سالار رو با تمدن و بزرگ رو ببرند به همون عزت و شهامت پیشینه خود. هیچ کس در دنیا نمیگوید که من روشن فکر نیستم، اما سوالی است که روشن فکر کیست؟ یک انجینیر روشن فکر، یک دکتر روشن فکر است، یک سفیر روشن فکر است، یک ژورنالیست روشن فکر و روشن فکر. میخوایم بسیار کوتاه بگم که روشن فکری در جامعه‌ای که در مرحله گذار است، یعنی از سنت به سمت تجدد حرکت میکنه، جامعه که هنوز به ثبات، در چنین مرحله روشن فکر به وجود میآید. روشن فکر تیری پرداز مرحله گذار است. ما حالا در تاجیکستان هم بین جنگ سنت و مدرنیته جنگ است. چالش های جامعه پسای استعمار در تاجیکستان وجود داره، چالش های جامعه پیشا مدرن. هنوز وارد دوره مدرنیته نشدیم، مدرنیزم آمده، بانک و ماشین و اینا، مدرنیته نیامده. بنابراین این چالش ها وجود داره. روشن فکر باید بین سنت و مدرنیته توازن حفظ کنه و بتونه سنت ها به نفع مدرنیته متحول بسازه و بالاخره فرهنگ جهانی بومی سازی کنه، برنامه ریزی کنه به اندازه فرهنگ جغرافیایی تاجیکستان. از این جهت در نهایت ما در اصل زندگی میکنیم که باید با فرهنگ خود زندگی کنیم، اما با معیارهای جهانی کار اقتصادی سیاسی کنیم. یعنی یک طرف جهانی شدن است، یک طرف اقتصاد بی‌مرز است، یک طرف دهکده شدن جهان است، دیگه فرهنگ ها از طریق ماهواره اینترنت، بالاخره فیسبوک و رسانه های مجازی با هم نزدیک شده. دیگه اینطور نیست که ما در دل تاریخ بخوانیم که کریستوف کلمب رفت به کشتی سوار شد، قاره آمریکا رو پیدا کرد. هر آن ما میریم داخل آمریکا، داخل
همه دنیا عبور می فرهنگ ها نزدیک شده. کار روشنفکری است که چگونه بتونه بین فرهنگ سنتی و بومی و فرهنگ جهانی تعادل ایجاد کنه. برای پذیرایی و چون یک صحبت صمیمی برای شما تشکر میگوییم و امید داریم که باز بعدها وا بخوریم و سری موضوعهای دیگر با شما صحبت داشته باشیم. تماشاگران گرامی یادآور میشیم که صحبت ما با جناب دکتر عبدالغفاری ارزو سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان بود.